بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، امروز در درس اخلاق یکی از موضوعهایی که برای هر یک طالب علم خیلی مهم است، برای هر کسی که الکی به طلب علم شروع کرده است یا آنهایی که میخواهند قدم پیش کنند در این یک فضیلت بزرگ که اجر و پاداشش را انشاءالله الان دیده می رویم. موضوع امروزه ما خیلی مهم می باشد، آن هم درباره پایبند طلب علم بودند و این سرمایه بزرگ یا این گنجینه بی‌بها را دیگر از دست نداده وقتی به آن شروع کردی تا آخر با آن بودن می باشد. از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث می آورند و مؤلف می گویند، پیامبر میگویند ما من خارج یخرج من بیته یطلب العلم الا وضعت له الملائکه اجنحتها رضا بما یصنع. هر طالب علمی که از خانه بیرون می شود برای طلب علم، فرشته ها از روی خاکساری و راضیگی که به این طالب علم دارند بالهای خود را به زمین می نهند تا اینکه قدمهای او بالای آن باشد. یعنی در نزد طالب علم فرشته ها، ملائکه رحمان که اینقدر از بنده ها یا مخلوقات سابق در عبادت و در اطاعت پروردگار هستند، در نزد طالب علم قناتهای خود را به زمین می نهند و برای طالب علم سر تعظیم فرود می آورند. و مؤلف می گویند برای هر یک انسان عاقل وقتی این حدیث را خواند واجب است که برای طلب علم کمر ببندد، اما پیش از اینکه به طلب علم قدم می نهی اصلاح سریره برای تو حتمی است. یعنی اول قلب خود را پاک ساز، نیتهای خود را پاک ساز، پس از آن به طلب علم شروع کن. بعد از شروع کردن دوام ده، نگذار که در سر راه یا الکی دو سه قدم نهادی خود را طالب علم گرفتی یا اینکه تو را امور از امرهای دنیا به عقب کشانید. و آنهایی که عقل پوره دارند، آنهایی که عقل کامل دارند، بعد از دیدن این که ملائکه به خاطر این انسان طالب علم بالهای خود را به زمین می نهد، این امر بزرگ را اصلا ترک نمی کنند. و طالب علمی و علم شرعی که خداوند در قرآن ما را امر می کند انسان را به عزت و قله های شرف می رساند که نه پول و مال، نه آبرو، نه حسن زیبا، نه عائله با نام و نسب برده رسانیده نمیتواند. وعده الله هست که الله میگوید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. آنهایی که ایمان آوردن و آنهایی که علم داده شدن، صاحب علمان را خود الله یرفع بالا میکند. یعنی قدر طالب علمان، قدر عالمان با عمل که انشاءالله میبینیم که عالمی با عمل یا طالب حقیقی که هست در نزد خداوند ضمانت شده است که خداوند قدر اینها را بالا میکند. و در دوامش میگویند، فضیل ابن عیاض میگوید چقدر بد است برای یک طالب علم، برای یک عالم که به خانه او بروی و از او پرسیده شوی که عالم در کجاست، به تو گویند عالم در نزد امیر است. عالم در کجاست؟ به تو گویند عالم در نزد قاضی است. یعنی انسان‌های مقامدار و کرسیدار. چقدر بد است میگویند عالم به قاضی چی کار دارد؟ عالم با امیر چی کار دارد؟ عالم باید در درس خانه اش مشغول دادن درس باشد. و ابن حبان میگویند وقتی تو میخواهی طلب علم کنی پیش از همه قلبت را پاکیزه ساز از آرزوهای دنیا.
نگذارد آرزوهای تو، وسوسه های قلبی تو که تو بگویی که من طلب علم میکنم تا اینکه به سلطان نزدیک شوم، یعنی به کرسیدارها نزدیک شوم، به مقامداران نزدیک شوم، یا اینکه نگذار که پیش از طلب علم کردن نیت کرده باشی که من طلب علم میکنم تا دنیا به دست بیاورم، تا صاحب مال و ثروت شوم. نه، میگوید چقدر بد است. فما اقبح بالعالم التذلل لاهل دنیا. چقدر بد است برای یک عالم که او خوار و ذلیل و بیچاره باشد در نزد اهل دنیا. نگذار که با علم و شرف و آن عزتی که خداوند به تو داد بروی در نزد یک کرسی نشین، در نزد یک مقامدار یا سلطان سرت خم باشد، آن هم سر فروتنی، یا اینکه در نزد یک ثروتمند بروی و تو طالب علم هستی یا صاحب علم هستی، به خاطر اینکه پول نداری یا شرایط بد داری، دو سه ثروتمند و تاجر و بیزنسمن ها تو رو هر طرف که فتوا خواستن تو به آنها فتوا دهی و در نزد آنها سری تو بیچاره خم باشد. نمیگه چقدر بد است برای یک عالم که او با آن علمی گرفتهش در نزد اهل دنیا، در نزد تاجران و در نزد کرسیداران سر ذلت پایان کند. و در دوامش میگویند، امام شعبی از تابعین مشهور اهل حدیث میگویند ای طالبان علم، شما وقتی علم را طلب میکنید با مسخره بازی و با شوخی و با بیعقلی طلب نکنید. علم را با سکینه، با وقار، با آرامی، یعنی با عزت طلب کنید. در علم هزل و شوخی و شد نشد نه. طالبین باید انسانی با وقار و انسانی آرام باشد. باز خودی امام شعبی میگویند علم را با دو خصلت میتوانی به دست بیاری، یکی عقل، دیگر عبادت. یعنی وقتی تو میخواهی طالب علم حقیقی باشی، اولا باید صاحب عقل باشی، صاحب مغز سر باشی که درباره عقل پیشتر گفته گذاشته، و این چنین صاحب نسوک، اطاعت پروردگار باشی. هر کسی که عاقل است اما عبادت خوب ندارد، تقوا ندارد، او صاحب علم شده نمیتواند. اگر صاحب علم گردد هم علم او فقط بر زیان است. یعنی انسان‌های بی تقوا، انسان‌هایی که در قلب آنها ترس الله نیست، اگرچه بهترین جایزه های نوبل به دست آورند هم علمش آنها به جز زیان چیز دیگری نیست. یا اینکه اگر تو صاحب عبادت باشی اما عقل نداشته باشی، فراست نداشته باشی، خوبی و بدی را جدا کرده نتوانی، تو هم به دست علم گرفته نمیتوانی. و امام شعبی میگویند وای امروز خیلی میترسم که بعضی ها نه عقل دارن نه عبادت دارن. باز میگویند من از پی علم هستم که نه عقل و نه عبادت دار به جز زهر از علم چیزی دیگری نمیگیرد. در دوامش باز ابن حبان میگویند انسان عاقل به خاطر هیزم دنیا، به خاطر پرتوهای دنیا آخرت خود را، نصیب خود را در آخرت نمی فروشد. و علم را انسان‌هایی که مقصد فایده‌ناک یا مقصد تقوا ندارند به دست نمی آورند. برای علم را به دست آوردن نیت‌های داشته باشی که از آن الله با خبر است و نیت‌های تو فقط بر صلاح این دین است و نیت‌های تو همش خالص است. و سفیان ثوری تابعین مشهور دیگر میگویند وقتی تو علم رو شروع کردی اولا با آرامیش، با گوش کردن، سپس با اذیت کردن، سپس با عمل کردن، سپس با رسانیدن شروع میکنی. یعنی اولا آرامیش و گوش کردن از استاد، سپس گوش کرده های خود را، فهمیده های خود را اذیت کردن، سپس به آن عمل کردن، سپس آن را به دیگران رسانیدن. نمی شود که عمل نکرده و درس نخونده دو مسئله را از گوگل بینی یا از کدام شنوی بعدن بگویی که من در نشر علم هستم. در دوامش میگویند
از ابو دردا صحابی مشهور رضی الله عنه روایت است که خودی ابو دردا میگویند لا تکون عالما حتی تکون متعلما. کسی عالم نمی شود تا زمانی که شاگرد نگردد. شاگرد نشده استاد نمیشوی. و لا تکون بالعلم عالما حتی تکون به عاملا. و این چونین تو با علمی گرفته ات اصلا عالم نمیشوی تا اینکه عمل کننده گردی. مادامی که عمل نمی کنی 1000 کتاب از یاد کرده باشی، صحیفه به صحیفه، رقم به رقم از پی حدیث و از پی تاریخ و از پی تفسیر باشی، وقتی عمل در تو نیست تو عالم نیستی. و در دوامش ابو حاتم یا مؤلف میگویند انسان عاقل وقتی که طلب علم میکند مقصد او فقط عمل می باشد و انسان برای رسیدن به قله های بلند در دنیا به علم نمیتواند به آنجا برسد، ولی علم باید با عمل باشد. هر کسی که علم آموخت اما عمل نکرد، یا هر کسی که علم آموخت و مقصد او از این علم رسانیدن نبود، بجز فخر و خود را بالا گرفتن و تکبری از او چیزی دیگری دیده نمی شود و او عمل را ترک می کند و ضایع می کند. و آنهایی که علم می آموزند اما عمل نمی کنند، همه می داند فلانی خوانده است، فلانی حافظ قرآن است، فلانی ختم کرده دانشگاه مدینه یا دانشگاه قاهره یا دانشگاه نمیدانم زاهدان و دیگر است، اما نه از موسیقی، نه از سیگار، نه از گپ های پوچ و بیمعنی و فحش گفتن اصلا تقوا نمی کند. نه در زندگیش، نه در سلوکش، نه در لباسش تقوا را دیده نمی شود. این انسان ها بجز فساد برای خود و برای پیروان خود چیزی دیگری نیستند. و سبحان الله آیت 25 سوره نحل را مثال می آورند، می گویند هی آنهایی که آموختی اما عمل نکردی. و مردم تو را وقتی میبینن میگویند فلانی هم خوانده است اما ببین انا این حرام ها رو انجام میدهد، در گناهی همه اینها تو شریک هستی. چرا؟ چون اینها تو را دیدند و پیروی کردند، گفتند فلانی انسانی خواندگی، فلانی انسانی صاحب علم، فلانی انسانی که حافظ قرآن است این را کرد، ما هم میکنیم. فتوا نداده باشی هم از زندگی تو آنها پیروی کردن، گناه همه آنها هم بر تو است. چرا؟ الله میگوید لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامة و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون. آیت را می آورند که آنها گناه های خود را همش را به گردن می گیرند، جزای گناه های خود را می بینند، باز جزای گناه های آنهای را که یضلونهم بغیر علم، آنها را اینها گمراه کردن. مردمی بی سواد گفتن این عالم است، این گفت، این فتوا داد، یا در این دیدیم گفتند و پیروی کردن. فقط گناه خودت نه، گناه همه اینها را میگیری. همه اینها نیز گناه های خود را میگیرند. خدا برای اینها عقل داده بود که باید جدا کنند. ساء ما یزرون میگوید الله چی بد است آن گناه هایی که شما بر دوش میگیرید. و سبحان الله از این که بیاموزی، سالها طالب علم شوی، پس از این بیروی یک بوز شوی، مردم فروش، آدم فروش، اهل دین فروش، یا بروی زنباز و دخترباز، طالب علم، ریشدار، درس خوان، امروز در تلفنش از این و از آن، از کسی جای شرم و حیا ندارد، با 1001 زن صحبت میکند. یا بروی با 1001 فریب و نیرنگ پول مردم را جمع کنی و مردم هم بگوید فلانی خواندگی این را انجام داد، شاید یگان فتوای باشد. تمام این گناه ها بر سر تو و بهتر بود جاهل و بی سواد میمردی که ثواب یا گفتیم گناه جاهلیت کمتر بود از اینکه خواندی و بعداً عمل کردی یا به این گناه ها عمل کردی. پس از این میگویند در جهنم آسیابی هست که در دو سنگ آن عالمان را آرد میکنن، یعنی معده میسازن و وقتی پرسیده می شود اینها کی هستند، گفته می شوند قوم علموا فلم یعملوا،
قومی که آموختند ولی عمل نکردند. قومی که آموختند و عمل نکردند گناهشان بالاتر است از جاهلانی که نخوانده و عمل نکردند. پس از این میگویند مالک ابن دینار از تابعین مشهور دیگر، وقتی مرد یک انسان وقتی طلب علم کرد تا که با آن علمش عمل کند، خدایا من طلب علم میکنم، هرچی می آموزم بگذار به تو نزدیک سازد مرا، من می آموزم تا تو را شناسم، تا خود را شناسم. هر کسی که طلب علم کرد تا به آن عمل کند، کسره علمه، علمش او را می شکند. یعنی او برابر آموختن سرش خم می شود، شکسته می شود، خاکی می شود، خاکسار می شود. علم انسان را متکبر نمی سازد. وقتی که علم حقیقی است، علم به نیت الله است، علم به نیت عمل کردن است. علم او را شکسته می کند، شکسته ای که خاکسار و سرخم است. اما هر کسی که علم آموخت تا به آن عمل نکند، فقط صاحب علم باشد، فلانی خواندگی هست، فرزند فلانی خواندگی هست، زاده علمه فخرا، انا اینها با آموختن علم فقط فخرشان زیاد می شود. یعنی علم حقیقی تو را خاکی می سازد. علم دروغین یا علمی که نیت تو به دست الله از آن باخبر است، فقط تو را متکبر و جبار بالای مردم می گرداند. در دوامش میگویند حسن بصری گفتند هر کسی که دنیا را دوست دارد و خوشی های دنیا را دوست دارد، از الله فقط دور میگردد. از الله فقط دور میگردد. و هر کسی که علم آموخت و با آن علم خود طلب دنیا کرد، حرصش به دنیا زیاد شد، الله بجز او را از خود دور کردن کار دیگری نمی کند. و وقتی که الله تو را از خود دور کرد، بجز لعنت الله، بدبینی الله، چیز دیگری نخواهی دید. و در دوامش میگویند سفیان ثوری عالم طبیب دین می باشد. عالم طبیب است. هر شکست و ریخته، هر مشکلی که مردم بالای دین آوردن، آن را درست میکند. درهم پول دنیا باشد، این داء دین، یعنی مریضی دین است، بیماری دین است. و وقتی که طبیب خود درد دارد، یعنی طبیب خود عاشق دنیا هست، خدایا حب دنیا را از قلب ما کنده ساز و ما را به خود و به آخرتت هرچی نزدیک و نزدیکتر کن. اگر تو هدایت نکنی ما گمراه شدگانیم. آمین یا رب العالمین. سفیان ثوری میگویند و هر طبیبی که خودش در دستش دوانه و مریضی و بیماری هست، و کی مداوا میکند؟ یعنی خود عالمی که از پی قصر و از پی خانه و از پی ماشین و از پی از فلانی نگذرانم نمیمانم هست، پس کی او از پی معالجه مردم میشود؟ کی او از پی شکسته های دین را که مردم آن را با خرافات شکستند درست میکند؟ و میگویند من با ابن مبارک بودم، محمد ابن زید، و ابن مبارک میگویند بار اسماعیل ابن علیه را دید که این اول این شخص محدث بود، بعدا در نزد سلطان یا پادشاه آن وقت به کار می ایستد و از پی خراج جمع کردن و کاروبار می شود. پس ابن مبارک به او میگویند، اول شعر میخوانند: احترت للدنیا ولذاتها و بحیلة نذهب بالدین و صرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانین تفکر الناس جمیعا بان ظل حمار العلم فی الطین. سبحان الله. میگویند چی شد؟ دنیا به دنیا داده شدی، میگویند دنیا تو را زیر دست کرد و تو پیش از این دوای مجانین بودی، تو برای بیماران شفا میافتی، امروز باشد خود مجنون گشته ای. مردم میگویند که این خر علم، یعنی تو رو به جای یک عالم بگویند، میگویند این خر علم دار پایهایش زیر خاک رفته است و غوطه زده است. یعنی همین گونه چندین بار با شعرها دعوتش میکنند تا اینکه از نو ابن علیه توبه میکند و به طلب العلم برمیگردد.
بعد از این عبدالله ابن مسعود صحابی جلیل میگویند شمایان از پی علم باشید تا اینکه علم برداشته شود شتاب علم را آموزید. برداشته شدن علم با برداشته شدن عالما می باشد. و شما زمان می آید قومی را می بینید که آنها شما را به سوی قرآن دعوت می کنند و قد نبذوه وراء ظهورهم، در حالی که خودشان کتاب الله را به پشت پرتافتند، یعنی به آن عمل نمی کنند. میگویند بیایید به کتاب الله، بیایید به قرآن سنت، در حالی که خود عمل کننده نیستند. باز میگویند علم آموزید. شما نمیدانید کی به علم محتاج میشوید و کی به شما مردم محتاج میشوند. از پی علم شوید، از پی نوآوری ها نشوید. و در دوامش میگویند لیس العلم بکثرت الروایه انما العلم الخشیه. علم با کثرتی، با زیاد روایت کردن نیست. علم خشیه است. علم تقوای خدا ترسی هست. علم تو را، عمل تو، ترس از الله، رفتار تو معین میکند، نه اینکه من فلانی این و آن را خواندم و گوش کردم گویان. بعد از این میگویند خودی مؤلف ابو حاتم میگویند انسان عاقل باید که با علم خود از این پلیدی های دنیا، از چرکینی های دنیا و هر چی که او را به دنیا می پیچاند خود را دور کند و مقصد او از علم آموختن فقط عمل کردن باشد. و اگر او 5 تا حدیث را آموخت و به دیگران رسانید، این یک زکات علم او می شود. یعنی علم تو هم زکات دارد که باید از آن برسانی. در دوامش میگویند من از وهب ابن منبه شنیدم که گفتند هر کسی که قرآن و سنت آموخت و او با نیت خالص آموخت، الله اصلا عقل او را به فراموش خاطری نمی برد. یعنی آنهایی که در راه علم ثابت هستند به خاطر الله آموختن، اصلا فراموش خاطر نمی شوند اگرچه 100 سال و 90 سال عمر بینند. سپس میگویند یکی از علما به فرزند خود میگوید چیزی از مال دنیا نخر، تو صحیفه ها رو یعنی کتاب بخر، بدان که هر چیزی که از دنیا هست فنا می شود، اما آن علمی که از کتاب آموختی اصلا فنا نمی شود. حتی پس از مرگ تو از علم تو مردم فایده می برند. اما عبدالله ابن مبارک میگویند علم با عمل کردن است، زیرا باره میگویند حکیمی از حکما تقریبا 30 صحیفه کتاب می نویسد و الله به او وحی می کند یا الهام می کند که تو دنیا را با منافقی پر کردی و از این کتاب های تو الله چیزی رو قبول نمی کند. و پناه به الله که یک طالب علم آموزد. طالب علمی همان گونه که گمان میکنیم آسان نیست. طالب علمی سحرخیزی هست، از 1001 لذت های دنیا دست کشیدن است. بعضن برای زنها از بحر مادر و همسر بودن برآمدن است. وای که طلبی علم کنی، این شبها را با خستگی گذرانی، ولی الله میگوید بجز منافقی از تو چیزی ندیدم. تو بودی که فقط برای ریا علم آموختی، تو بودی که از علمت نفعش فایدهش حتی به خودت نرسید و از تو چیزی را قبول نکردم. پناه به الله که به آن روز به این مصیبت گرفتار شویم. پس از این میگویند بدانید علم آموختن کسی که میگوید سفرهای زیاد میکند، از این دولت به آن دولت، از آن شهر به آن شهر می رود، ولی به علم خود عمل نمی کند، بجز به عقل کسی دیگری نیست. برای آنکه آنی که علم آموخت با عمل خود باید علم خود را اثبات کند، نه اینکه خیلی گفتیم من این را خواندم و من آن را خواندم گفتن. سپس وکی یکی از استادان امام شافعی میگویند استعینوا علی حفظ بترک المعصیه. ای طالب علمان، برای حفظ کردن، برای آموختن، برای ذهن خود را تیز و صیقل دادن گناه را ترک کنید. وقتی شما گناه را ترک کردید، ذهن شما پاک می شود و حفظ کردن شما، طلب علم شما آسان می شود. پس هر کسی که از مشکلی ذهن خود گپ می زند و باز از خود
تعریف هم میکند که نه من انسان خیلی خوب هستم ولی ذهن کند دارم. شاید بعضی مریضی های داری که خود بخبر هستی و آن مریضی ها سبب پوشیده شدن ذهن تو گشته است. بعد از این مؤلف میگویند ابن حبان یجب علی العاقل الا یطلب من العلم الا افضله. انسان عاقل میگوید از علم فقط بهترین و بهترین آن را طلب میکند و وقتی که او در حقیقت علم حقیقی شرعی خدا ترسی را آموخت، در وقتهایی که او در فراغ هست علم او را زیب و زینت میدهد. یعنی انسان های صاحب علم در وقت پولداری و ثروتمند شدن از خود نمی روند، برعکس انسان های جاهل که کمی اگر پولدار شدن حتی پدر و مادر خود را نمی شناسند. نه، انسانی که صاحب علم است و صاحب عمل است پول زیاد او را از خود نمی برد و در وقت سختی ها هم آن علم او سبب می شود که او خود را به پناه پروردگار اندازد و سختی ها هم او را نمی شکند و می گویند هر کسی که طلب کرد علم را آن زیاده می شود و هر کسی که حلیم است زود بخشنده است مردم او را تاج سر می کنند و وقتی که علمت به تو فایده نمی دهد در اینجا و جز هلاکت چیز دیگری را نمی بینی. پس از آن میگویند علم تو فایده اولش اگر عمل کردن تو باشد، فایده دوم علم رسانیدن تو هست. تو باید علم خود را رسانی و با رسانیدن علم تو عالم میگردی و آنی که علم دارد و علمش را نمی رساند از علم او کسی فایده نمی گیرد. مانند آن گوهر و سنگ های قیمت بهای هستند که زیر آب و زیر خاک هستند که از آن استفاده می برد. می گویند زیر آب چقدر مروارید های هست، زیر آن سنگ چقدر از زمرد و از بریلیانت و سنگ های قیمت بها هست، اما بودن آن قیمت بها در داخل آن خاک و آن آب به کسی فایده ندارد. و علم تو هم وقتی در ذهن خود و در قلب خود جمع کردی اصلا و اصلا وقتی به دیگران رسانیدی فایده ندارد. علم را باید بر دیگران رسانید، بعداً آن ثمره علم یا گفتیم آن مرواردهای داخلیتی خود را نشان میدهد. و میگویند من از عبدالله ابن مبارک شنیدم که هر کسی که در علم بخیلی میکند علم آموزد اما به دیگران به 1001 بهانه علم خود را نمی رساند، به یکی از این 3 بلا گرفتار می شود. یا اینکه زودتر می میرد علمش هم با خودش می رود، آموخت و به کسی فایدهش نرسید و مرد و رفت. یا اینکه سبحان الله به فراموش خاطری دچار می شود و علم خوانده‌اش را فراموش می کند. یا اینکه یبتلى بالسلطان، با آن ظالمان کرسی نشین مبتلا می شود و آنها او را اذیت و آزارش می دهند. در دوامش می گویند ابو دردا گفتند انسان ها یا عالمند یا متعلمند. عالمی که آموخت و درس می دهد، طالب علمی که از پی آموختن است. اگر عالم نیستی و طالب علم نیستی دیگر از تو هیچ خیر وجود ندارد. در دوامش می گویند بدان طالب علم برای رسیدن به علم باید از پی خوردن و زیبا پوشیدن و خوش رو خوب رفتن نباشد. آنی که از پی علم هست، آنی که طالب علم حقیقی هست به او فرق ندارد. او یک خوراک با لذت قیمت میخورد یا یک برده نان شخ. آنی که طالب علم حقیقی است به او فرق ندارد. او در فرش و در تخت خواب های بلند و خوشرو و قیمت بها خواب میکند یا در یک زیر زمین خاکی. آنی که طالب علم حقیقی است به او فرق ندارد امشب را با بیداری گذران یا باید او 8 ساعت همان رژیم خوابی خود را بیند. یعنی طالب علم اصلا از پی شماریدن خوردن و پوشیدن و خواب کردن خود نیست، از پی صحیفه های هست که چقدر خواند و چقدر به آن عمل کرد و چقدر به آن رسانید. اما اگر گفتی که نه من هم طالب علم هستم، هم خیلی خوشرو میپوشم، خوشرو میخورم، به خانم هم خوشرو نگاه میکنم، دروغ میگویی. چون وقتی ذهن تو با علم مشغول شد به دیگرها وقتت نمیرسد. و طالب علم حقیقی آنی هست که مردم او به سخن ندر آمده بگویند که این انسان اخلاق بالا دارد.
اگرچه حافظ قرآن شدی، مسلم بخاری حفظ کردی، از کتاب های موطا و از کتاب های ظاهر روایه مذهب حنفی و شافعی و از مسند امام احمد خوندی، در نزد مردم زبانت از قدرت درازتر است. هر کسی را دیدی او را دیگر به جاهل بودن و نادان بودن تحقیرش میکنی. هیچ عالمی نیست که بگویی که فلانی خطا دارد فلانی خطا دارد، یک جاهل هستی. علم خوانده‌ات مانند همون خرهایی هست که در بالایشان کتاب ها هست، مردم میگویند خر باردار، آن هم بار آدینه، بار کتاب. خداوند من و شما را، طالب علمان عزیز که اکثریت طالب علم هستید، برای هر یک خوانده من عمل کننده گرداند. علم آموزی ما به خاطر رسیدن به رضایت الله باشد. هرچی آموختیم هرچی سر ما خم باشد، نه اینکه هرچی آموختیم هرچی قدمون دراز و زبانمون هم درازتر باشد. و آن عالمانی که در روز قیامت وارثان پیامبر هستند، در نزدیکی پیامبر هستند، الها از جمله آنها گردیم. این بود درس امروزه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.